خرمالو دوست نداری؟ این که مشکلی نیست. با ماکوک همراه شو تا این پودینگ خرمالوی خوشمزه و خوش عطر رو درست کنی و هم لذتش رو ببری، هم با خرمالو آشتی کنی. چند تا خرمالوی رسیده رو از یخچال بیار بیرون، پوستشون رو بکن و اون رو داخل بلندر بریز. خامه، شکر، پودر دارچین و وانیل رو بهش اضافه کن و خوب مخلوطش کن تا یک مایه یه دست به دست بیاری. حالا اونو بذار کنار. پودر نشاسته ذرت رو با شیر در 2 مرحله مخلوط کن. خوب به هم بزن تا هیچ گلوله‌ای باقی نمونه. وقتی کاملا مخلوط شد اونو رو حرارت میذاری و بلافاصله مایه خرمالو رو بهش اضافه میکنی. انقدر هم میزنی تا به یک مایه کرمی با این غلظت برسی. وقتی که به این غلظت رسید اونو داخل ظرف سرو میریزی و میذاری چند ساعت توی یخچال بمونه. بعد از چند ساعت پودینگ خرمالوی خوشمزه و خوش عطر ما آماده است. نوش جانتون.